مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آغاز پرونده جنایتی نسبت به جوان 24 ساله ساکن نویه اسپیتامین بر اساس ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلابی به مبلغ مخصوصا بزرگ خبر داد. بنا به مواد پروندهش این جوان توانسته است در دو مورد دو ساکن اسپیتامین را به مبلغ 781 سامانی فریب دهد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی این جوان ماه ایون سال 2021 با رای فریب به باوری مرد 39 ساله ساکن نویه اسپیتامین در اومده برای تجارت قسمای احتیاطی دوچرخه و پایافزال از او در عموم 581,725 سومانی گرفته به احتیاجات خود صرف نموده است. همین طریق نام برده در دوام ماه‌های ایون سال 2021 تا دکبر سال 2021 با رای فریب به باوری مرد 36 ساله ساکن نویه اسپیتامین در اومده به حساب عمومی 200,000 سومانیش را گرفته این پولها را هم به احتیاجات خود صرف نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که صبح 17 مای سال 2022 تخمین ساعت 7:00 دقیقه راننده اتومبیل تمغه خوانده سیدوف عبدالجلال رجبوویچ سال تولدش 1967 هنگام حرکت از سمت ایسار به سمت شهر دوشنبه در حدود دهه نوجه بالا از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخران خرسال میرزایف مصلح‌الدین سال تولدش 2012 ساکن ایسار را پخش نموده است. در نتیجه میرزایف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. در روزهای آخر این هلاکت سومین خبر صدمه مرگ‌آور در راه‌های تاجیکستان است. صبح 15 مای در کوچه ظفر شهر دوشنبه یک ماشین مرسدس یک زن و یک دختر پیاده‌گر را پخش کرد. در نتیجه صالحه خالقووا سال تولدش 1983 در جای حادثه به هلاکت رسیده است. نابالغ ربی و گنجینه سال تولدش 2004 جراحت برداشت. شام 15 مای دوچرخران سفروف سال تولدش 1990 ساکن شهر وحدت در حدود جماعت دهات زینب آباد نویه رودکی در زیر چرخ ماشین بارکش تمغه شکمن جان باخت. راه‌های تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه ها پرخطر شمرده می شوند. بنا به آمار رسمی سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند.